او فقط یک نلدوان عادی بود. او یک زندگی عادی داشت. او نلها را ترمیم میکرد. او دستشویی ها را جور میکرد. او به مردم کمک میکرد. اما بیشتر از هر چیز او به کشورش کمک میکرد. بله، این داستان میرویس است. میرویس خسته شده بود به خاطر خرابی جاده ها، به خاطر برق نامنظم، به خاطر وجود کثافات بسیار. تا بالاخره یک روز میرویس تصمیم گرفت تا کار در ارتباط با این مشکلات انجام دهد. او از قدرتش استفاده کرد. قدرت ساده‌ای که هر شهروند، قدرتی که چیز جز تک تک زدن دروازه دولت و خواستن حکومت بهتر نبود. دولت در برابر شهروندان مردمی که با آنها رأی داده بودند. همین مردم می توانند آنها را با رأی دادن از مقامشان خارج کنند. به همین دلیل او دروازه شهرداری را زد تا خرابی های جاده ها را جور کند. و وقتی هیچ اقدام صورت نگرفت، او دروازه آنها را دوباره زد. او به بخش برق رفت و با آنها گفت در صورتی که کار نکنند از آنها شکایت کنند. او به شاروانی برگشت و خواستار پاک کردن کثافات شد. و زمانی که هیچ اقدام صورت نگرفت، با همسایگان خود مواجه شد. با درخواست‌های مداوم به خاطر یک حکومت بهتر و با عنوان حق اساسی او در یک کشور دموکراتیک، میرویس و همسایه‌هایش برق منظم دارند. خرابی جاده‌ها جور شده و کثافات پاک شده است. میرویس یک شهروند عالی است و شما نیز میتوانید مانند او باشید. بسیار ساده. آن هم با خواستن هر آنچه حق شماست. در این باره فکر کنید.